و ما خوشحالیم چون عاشق ایران دیجیتالی. ایران و ایرانی پرچمشون بالاست، تو مسابقه ها مدالمون طلاست. مصنوعی و جاوا اسکیپی سی پلاس بایتون بنداری تیری. کد مینویسیم و ما خوشحالیم چون عاشق ایران دیجیتالیم. اینطوری شد که من رفتم دیدم خب چیه این برنامه نویسی، رفتم جلو دیدم عجب چیز خفنیه. ما همین الان دومین کشور از لحاظ از دست دادن متخصص هوش مصنوعی هستیم. 85% از مشاغل در آینده تحت شعاع هوش مصنوعی قرار میگیره. میشه خیلی کارا کرد. میتونیم دروس هوش مصنوعی رو به کتاب‌های دوره اول دبیرستان اضافه کنیم. کتاب کار و فناوری داریم، میگیم 2% از هوش مصنوعی حداقل داشته باشیم. داریم یه شرکتی رو تأسیس می‌کنیم که یه آکادمی درجه که هوش مصنوعی بشه برای اول خدمت به مردم و دانش آموزان استان خودم، منطقه خودم و در گام بعدی خدمت به تمام دانش آموزان ایران. توصیه‌ام اینه که شروع کنید، از هر جایی که هستید شروع کنید، از شروع نترسید. ایران عزیزم، من همیشه یک خدمتگزار در راه تو و یک سرباز کوچیک مسیر تو خواهم بود. سروش علی‌آبادی در تاریخ 28 تیر ماه 1388 در علی‌آباد کتول زیبا و دوست داشتنی چشم به جهان گشود. در کودکی کلا سرش در وسایل خونه بود و مدام می‌خواسته ببینه چی، چرا، چه جوری کار میکنه و بر همین اساس دارای مدرک فوق تخصص خراب کردن وسایل مخصوصا اسباب بازی‌هاش میباشد. همچنین وی تخصص زیادی در نگاه کردن به سقف یا آسمان داره و معمولا وقتی ازش میپرسی سوغات شهرتون چیه که برای ما نیاوردی، اینجوری واکنش نشون میده. سوغات شهرستان ما، من هم اگه سوغات نیاورده بودم همینجوری فکر میکردم و به آسمون نگاه میکردم و لبخند میزدم. آقا اگه بگم چی شد که سروش به برنامه نویسی علاقه‌مند شد، باورتون میشه؟ منظورم اینه که اگه بگم که سروش تو آسانسور بوده و یه سوالی تو ذهنش ایجاد میشه که همون سوال باعث ایجاد یک جرقه در ذهنش و شروع مسیر برنامه نویسی بوده، باورتون میشه دیگه، درسته؟ بله. حالا اگه بخوام داستان رو براتون خلاصه وار بگم، قضیه از این قرار بوده که یه روزی تنگ غروب به آسمون وی از درب آپارتمان وارد به سمت آسانسور حرکت، درب آسانسور باز، کلید طبقه 2 فشار، درب آسانسور بسته و ناگهان صدایی در ذهنش میاد و میگه که برنامه نویسی. دگمه آسانسور طبقه 2 شما مثل همون سیبی بود که خورد تو سر انیشتن. دقیقاً. بعد چی شد؟ اینطوری شد که من رفتم دیدم خب چیه این برنامه نویسی، رفتم جلو دیدم عجب چیز خفنیه. یعنی توی زندگی روزمره ما خیلی هستش ولی ما ازش درکی نداریم. اینطوری شد که باز علاقه من بیشتر و بیشتر شد. میخوایم بریم سراغ دبستان شما. بله. یه خاطره خیلی باحال که تاثیرگذار باشه. توی مسیرم؟ نه، تو مسیر برگشت. آها. خیلی دوره تاثیرگذاری نبود، همون در سطح آسانسور بود. مدرسه متاسفانه آسانسور نداشت ابتدایی و خب نتونست تاثیرگذار باشه. هیچ چیز نبود که شما درگیر خودش بکنه. نه. معلم تاثیرگذاری داشتی؟ دبستان نه، معلم تاثیرگذاری. دبستان همینجوری زنگ رو دور تند تمام شد. بله آره. به دوران متوسط اول رسیدیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. متوسط اول کلید خورد دیگه، علاقه من و پیگیری من کلید خورد. من رفتم سراغ پایتون، بعد نمیرسیدم به درس‌ها. بعد پدر میگفت چجوری درس نمیخونی؟ میگفتم شما کار نداشته باش، نمره رو از من بخوا. آخر 20 میشدم. 7 20 شدم و خب خدا رو شکر این فرصت فراهم بود. درس‌ها یکم راحت‌تر بود نسبت به متوسطه دوم. من تونستم مقدماتی پایتون یاد بگیرم. بعد رفتم در حال یادگیری پیشرفته‌اش بودم. یه خیلی عظیمی از پیام‌های در رابطه با هوش مصنوعی توی رسانه‌ها پر شد. منم مثل هر مخاطب دیگه علاقه‌مند شدم، رفتم نگاه کردم واه چقدر این باز خفنه. بعد چون پایتون از زیر مجموعه های زبان‌های برنامه‌نویسیه که توی هوش مصنوعی استفاده میشه، گفتم برم اینو تخصصی یاد بگیرم. اینطوری شد که با اون موج هوش مصنوعی من شروع به موج سواری کردم و این موج سواری ادامه داشت تا اینکه نگرانی خانواده از تداخل درس و برنامه‌نویسی رسید به اینجایی که پدر وی به وی اینگونه گفتن که میسپرم به خودت، از پسش میدونم برمیای، اگرم برنیومدی فدای سرت. و خب همین کلید خورد که من بتونم ریسک بیشتری کنم، تایم بیشتری رو برای برنامه نویسیم بذارم و خب تونستم الحمدلله که مدیریت کنم جفتش. شما میدونید ما در زبان پارسی هم در علی‌آباد کتول، هم در تهران، هم در سایر نقاط ایران به ریسک میگیم خطر، به تایم میگیم زمان. بله. فارسی رو پاس بذارید. چشم.
سپاسگزارم. لطف دارید. علاقه‌مندی همزمان سروش علی‌آبادی به برنامه‌نویسی و علم ژنتیک در نوع خودش قابل توجه و قابل تشویقه و اگر کسی بهش بگه بابا تو که ریاضیت خوبه برو رشته ریاضی، چرا اومدی تجربی؟ وی در پاسخ چه میگوید؟ جوابم اینه که ایشون تا حدودی راستم میگم. ما این نقطه ضعف رو داریم که هیچ درسی تا مقطع کارشناسی ارشد از هوش مصنوعی توی ایران نداریم. یعنی این نقطه ضعف ما. به نظر من ما میتونیم دروسی از هوش مصنوعی رو توی کتاب کار و فناوری دوره متوسطه اول داشته باشیم و برای دوره متوسطه دوم هنرستان‌های هوش مصنوعی داشته باشیم. شما حتما مستحضر هستید که 85% از مشاغل در آینده تحت شعاع هوش مصنوعی قرار میگیره و خب چرا ما ایران از این قافله عقب بمونیم؟ به خاطر اینکه آقایون و خانم‌های عشق پزشکی، عشق دکتری میگن که بابا جون من میخوام برم قلبو عمل کنم، چی کار دارم که 0 و 1 چه خبره، به من چه؟ این اشتباهه دیگه به نظرم. بعد الان ما یه مشکلی که وجود داریم، اگر شما بخواید هوش مصنوعی بخونید تا مقطع کارشناسی ارشد نمیتونید تخصص این کارو دنبال کنید، در حالی که من خیلی طرفدار این موضوع ام که از هنرستان، یعنی از متوسطه دوم، ما هنرستان هوش مصنوعی داشته باشیم و مستقیما همین دوستان ما برن برای دوره کارشناسی دانشگاه. بینندگان عزیز، معرفی میکنم بنیانگذار هوش مصنوعی در بحث ژنتیک، جناب آقای دکتر سروش علی‌آبادی. خوش آمدید به ایران دیجیتال. متشکرم، ممنون. خانم ها، آقایان، این شما و این تجارب کاری سروش علی‌آبادی. یک برنامه نوشتم با سیستم کامپیوتر ویژن. قرار بود که دستخط خوش رو از دستخط بد تشخیص بده. از روی نظر شخصی خودش بیشتر میرفت جلو. ممکن بود دستخط نستعلیق و بد تشخیص بده. قدم بعدی به کجا رسید؟ قدم بعدی من رفتم خیلی گفتم که باید بیشتر تمرین کنیم. رفتم پایتون رو بیشتر سعی کردم فرا بگیرم، بعد توی کامپیوتر ویژن هم سعی کردم بیشتر ورود کنم و خب رسیدم به یه چیزی که واقعا کاربرد داشت. الان یه پروپوزالی نوشتم، در رابطه اسمش هم گذاشتم صدای سکوت. اگر تا الان حواستون به برنامه نبوده، از اینجا به بعدش رو خیلی دقت کنید، چون به نظر میرسه طرح صدای سکوت خیلی خفنه. برنامه به این صورت بود که یه سری 1.5% جمعیت کشور ما ناشنوا و کم شنوا هستن و از این ناشنوان یه سریاشون با پیشرفت علم پزشکی با کاشت حلزون مشکلشون حل میشه، درسته؟ ولی یه عده از همین ناشنوایان هستن که مشکل تکلم هم دارن، در واقع نمیتونن صحبت کنن. من پروپوزال این طرح رو ارائه کردم. یه طرحیه با روی موبایل به عنوان اپلیکیشن نصب میشه. شما المان‌های زبان ناشنوایان داریم، ما زبان اشاره ناشنوایان. خب این المان‌ها رو شما روی دوربین، روی اپلیکیشن، این طرحش فقط ارائه شده، شما روی به دوربین انجام میدی و خب اون درجا آنبورد اونا رو تبدیل میکنه به متن و وایس به اقتضای سن و جنسیت فردی که داره از برنامه استفاده میکنه. مثلا اگه یک فرد مرد میان ساله، با توجه به اون صدای یک مرد میان سال پلی میشه. و از همین تریبون میخواستم بگم که اگر امکانش هست من یک دیدار با معاونت علمی ریاست جمهوری یا رئیس سازمان ملی نخبگان یا حتی رئیس سازمان بهزیستی داشته باشم، بتونم این پروپوزال طرحمو ارائه کنم، چون این طرح ملی جهادیه که اگه تیم بیاد پاش بودجه بهش اختصاص داده بشه، میتونه یک خدمت بزرگی باشه به جامعه ناشنوایان در گام نخست ایران و در گام بعدی جهان. در نظر بگیرید این طرح سروش در سطح جهانی اجرا بشه. خیلی هیجان انگیز و خفنه ها. قبول دارین؟ بله. آقای سجاد، تا حالا شده که جایی بری و اصلا تحویلت نگیرن؟ یا مثلا به قول شما میری یه پیشنهاد کاربردی راهبردی میدی، میگی که ما همچین پیشنهادهایی داریم، میخوایم این کار رو انجام بدیم، بعد خیلی استقبال بشه، یا یه شرکتی بگه به به چه چه، بعد همچین که در باز شه چهره سجاد 16 ساله رو ببینن روش هستم. چرا بچه‌ها میگن سجاد نمیگی هیچی؟
داشتم امتحانت میکردم. متوجه شدی علی؟ محمدم. خلاصه جواب این سوالو که تا حالا شده علیرغم توانمندیات به خاطر سنت جدی گرفته نشی رو جناب آقای سجاد علی محمد سروش چنین داد. بله این موضوع هم داشتم. یه زمانی من فریلنسر کار میکردم برای توی سایت های آزادکار ایران و سعی کردم که اونجا پروژه بگیرم و خب وقتی میفهمیدم من 16 سالمه اصلا حتی من رقم پیشنهادیم نصف رقم پیشنهادی اینها هم که بود متاسفانه ناخودآگاه میگفتن که ما قصد کار کردن با شما رو نداریم، ولی یک کاش با همین لحن میگفتن. میتونم موجودی حسابتون رو بدونم؟ بله کلا، یعنی درآمدی که داشتم تا الان یا اینکه نه الان مقداری که تو حسابمه؟ کل یوم درآمدی که از این کار کسب کردم. میگی یا بیام؟ شما میتونم از شما بپرسم تا الان از این حرفه جذابتون چقدر درآمد داشتید؟ اینجا فقط من سوال میپرسم. هولوش 50 تومن، یکم بیشتر. مای 50 میلیون، مای 50 یا خدا. از زمانی که آغاز کردم کلاً به این رقم 50 تومن یکم بیشتر رسیده. هدف چند تومن ماهی ان شاءالله؟ هر چقدر که خدا بخواد. خدا که کرمش زیاده. هدف شما چیه؟ من سعی میکنم که سطح خودم بالاتر. خلاصه وی هی مقاومت کرد تا متاسفانه کار به تهدید رسید. شلوغی ذهن نمیگی نه؟ در آینده ندارم که نمیگی دیگه. بیشتر خدمت. حالا بخش بعدی هم داره برنامه دیگه. چالش هم داریم حالا. درسته. بفرمایید بخش بعدی. بفرم. خانم ها آقایان، خوش آمدید به بخش چالش ایران دیجیتال که این بار مجهز شده به سنسورهای خالی بندیاب بسیار حساس که این گونه که مشاهده می‌فرمایید نسبت به خالی بندی واکنش نشون میدن. همچنین یادآوری میکنم که اضطراب جلوی دوربین قرار گرفتن باعث میشه که گاهی بدیهی ترین مسائل به ذهن شما نرسه و این گونه به چالش کشیده بشید. بنابراین آغاز میکنیم. اولین سوال چالشیمون رو با سروش علی آبادی. میتونید که اعداد اول رو برای من بشمرید؟ بله بفرمایید. 1 2 3 4 5 6 نه 1 3 7 1 2 اعداد اول که یعنی ولش کن. یه دو بیتی از جناب آقای حافظ واسمون بخون. فرقی نداره چی بخونم؟ میگم حافظ. ادبیات چند شدی سروش؟ ادبیات 20 شدم. چرا خالی میبندی؟ ببین پشت سر چه اتفاقی داره میفته. ببین میبینی خالی میبندی این شکلی میشه. سعی کن خالی نبندی. چشم ما اصلا اهل خالی بستن نیستیم. البته خب سوخت دیگه. انقدر خالی بستم؟ دیوار تصویری پشت سرمو سوخت. یه دو بیتی از سهراب سپهری. آب را گل نکنید. سهراب سپهری هم دو بیتی نداره. آقا ما ادبیات گفتی 20 شدی. بله خب این سوال خب اینم رها میکنیم، مهم نیست. ریاضی رو که رها کنیم. آقا میخوام بریم سراغ جغرافیا. آقا داری اذیت میکنی. بفهم. آقا خواهش می‌کنم احترام حفظ. 3 تا همسایه استان گلستان نام ببرید. ما مازندران از سمت غرب، از شمال با ترکمنستان مرز داریم، از شمال و شمال شرقی با ترکمنستان مرز داریم، از جنوب با استان سمنان. بحث جنوب شد. بله. سوغات چابهار. شما بفرمایید که نوقا مال کجاست؟ نوقا؟ بله. آقا فکر نمی‌کنم دیگه بشه از جغرافیا لذت برد با این مباحثی که شما. آقا داریم دیگه شهرها رو میریم دیگه. آقا آش دوغ آبادان خوردی تا حالا؟ آش دوغ مگه برای اردبیل نبود؟ آفرین. رسانه هم میخواد از سوال بپرسم راستی؟ نه متشکرم، رد شین. بنابراین همکاران محترم کات. میزان اهمیت دادن به نوجوانان و جوانان هر کشوری مساوی با عیار خوب بودن آینده اون کشور. اینجا از این جوان درجه 1 کشورمون پرسیدم با توجه به چیزهایی که در مسیر رشدش دیده فکر میکنه آینده دیجیتالی ایران چه شکلی میشه؟
صادقانه اگه بخوام بگم واقعا وضعیت خوبی نداریم. اگه همین روند رو اگه بخوایم ادامه بدیم وضعیت خوبی نخواهیم داشت، چون یه زمانی اتفاق میفته که 85% از شغل‌ها تحت شعاع مستقیم هوش مصنوعی قرار میگیرن و با روند فعلی فکر نمی‌کنم که با سیستم آموزشی ما جایی وجود داشته باشه توی کشورهای برتر هوش مصنوعی جهان. ولی خب میشه خیلی کارا کرد. میتونیم دروس هوش مصنوعی رو به کتاب‌های دوره اول دبیرستان اضافه کنیم. کتاب کار و فناوری داریم، میتونیم 2% از هوش مصنوعی حداقل داشته باشیم و میتونیم هنرستان‌های هوش مصنوعی به نظر من داشته باشیم. یعنی شما بتونید انتخاب کنید مثلا بری رشته‌های نظری یا بری هوش مصنوعی. خب چون که الان ما فقط میتونیم از رشته ریاضی بریم به هوش مصنوعی، در حالی که هوش مصنوعی یک رشته تلفیقیه. در واقع میتونه با تمام علوم تلفیق پیدا کنه. چقدر ظرفیت وجود داره واقعا. نمیخوام شعاری بگی. توی ایران، توی کشورمون چقدر ظرفیت، یعنی جوونا، نوجوانا چقدر استعداد دارن به نظرت که به این سمت برن؟ من یه آمار بگم بفهمه. ما همین الان دومین کشور از لحاظ از دست دادن متخصص هوش مصنوعی هستیم. این نشون میده چی؟ نشون میده که ما خیلی سندش کجاست؟ شما کجا میگی اینو؟ من از یک خبرگزاری خارج از کشور دنبال کردم این موضوع رو، ولی خب دروغ میگه. احتمالش هست. من از اون دنبال کردم، احتمال کذب بودن خبرش هم بله وجود داره، ولی طبق اون خبر این خب یعنی اینکه ما بسیار مستعد وجود داره تو کشور ما و خب اگه ما بستر رو فراهم کنیم میتونیم قطعاً به نظر من تا 10 سال آینده 15 سال آینده یکی از 5 کشور برتر هوش مصنوعی جهان باشیم. اگر مسئولین کمک کنن به این موضوع قطعاً میتونه این موضوع اتفاق بیفته. و اما بریم سراغ آینده خود سروش. به نظرتون 20 سال دیگه سروش علی آبادی 36 ساله چه آینده‌ای قراره براش رقم بخوره؟ من خب قطعاً آینده‌مون یکی از رویاهایی که دارم اینه که یه آکادمی هوش مصنوعی تأسیس کنم، چون که خودم با این موضوع خیلی دست و پنجه نرم می‌کردم که هیچ آکادمی حداقل تو سطح شهرستانا وجود نداشت و اگرم حتی دوره آنلاین هم بود بیشتر به دنبال سودجویی بودن. داریم در یه شرکتی رو تأسیس می‌کنیم که یه آکادمی درجه‌ای که هوش مصنوعی بشه برای اول خدمت به مردم و دانش آموزان استان خودم، منطقه خودم و در گام بعدی خدمت به تمام دانش آموزان ایران و بالا بردن ایران در جوامع بین المللی، مخصوصا خدمت به دانش آموزان محروم، مناطق محروم. فکر می‌کنی آیا تأثیری داره که من مناطق کم برخوردار باشم؟ قطعاً تأثیر داره. من خودم با این چالش دست و پنجه نرم می‌کردم. علم نوعی بود. من پایتون رو فرا گرفته بودم و خب هیچ کلاسی وجود نداشت توی شهرستان ما، مثل خیلی دیگه از شهرستانه که بتونم به صورت حضوری آموزش ببینم در مورد هوش مصنوعی و این عدم عدالت آموزشی میتونه یک مقداری مشکلاتی ایجاد کنه از نظر بنده. خیلی متشکرم. لطف دارید.
شروع قدم اول. اگه سرگذشت خیلی از آدم‌های تاثیرگذار رو مرور کنیم، به یه واقعیت مهمی برمیخوریم. مهم این نیست کجاییم و در چه وضعیتی هستیم. مهم اینه که شروع کنیم و قدم اول رو برداریم. من فکر میکنم بهتر باشه مسیرمون رو شروع کنیم. در واقع مسیرمون رو شروع کنیم. من یک نوجوان سیستانی رو میشناسم در یکی از روستاهای سیستان که ایشون توی اون روستایی که زندگی میکنن فقط یک نفر موبایل داره، اون کت خداشه. ایشون میومد تا خونه اون کت خدا، موبایلش رو میگرفت، یک دوره میدید و برمیگشت خونه، کدای پایتونش رو روی کاغذ مینوشت و برمیگشت دوباره پیش اون کت خدا، موبایل ایشون رو قرض میگیره و کداشو توی پادروید امتحان میکرد. یعنی نه تنها در حوالیشون لپتاپ نداشتن، بلکه فقط یک موبایل وجود داشت. توصیه‌ام اینه که شروع کنید، از هر جایی که هستید شروع کنید، از شروع نترسید. خطاب پدر مادرای عزیز اینو عرض میکنم، این که این علمی نیست که در آینده بخواد کاربردی باشه کاملا یک موضوع غلطه و خب قطعاً تا آینده نزدیک 85% مشاغل تحت شعاع هوش مصنوعی قرار میگیره. چه بهتر که فرزند شما اونی باشه که زودتر میره به این سمت. من میخوام از همینجا از پدر و مادر خودم تشکر کنم که همیشه توی این مسیر حامی من بودن و باعث شدن که بتونم به موفقیت نسبی تا همین جای کار برسم. و میخوام از این فرصت استفاده کنم و یک صحبتی با ایران جانم داشته باشم. ایران عزیزم، من همیشه یک خدمتگزار در راه تو و یک سرباز کوچیک مسیر تو خواهم بود. زنده باشی جوان ایرانی، زنده باشی شیر مادر و نان پدر حلالت باشه جوون. زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد سروش های علی آبادی ایران عزیزمون. پرچم ایران عزیزمون تا همیشه خدا بالای 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 بالا.